سلام، وقت شما بخیر. به مجموعه خبری امروز از اداره تحقیقاتی و نشراتی اوروج خوش آمدید. در آغاز سرخط خبرها. علاقمندی قرقیزستان در زمینه تولید برق در افغانستان. اعلامیه وزارت امور خارجه در مورد رویداد سوزاندن عمدی 3 مهاجر افغان در ایتالیا. و ادامه حملات اسرائیل بر نوار غزه. امروز پنجشنبه 14 ماه جوزای سال 1405 خورشیدی در ادامه مشروع خبرها. ملا عبدالحق امکار رئیس عمومی اجرایوی شرکت بریشنا با عظمت ممبیک مسئول شرکت قرقیزی RDF و رئیس اتاق تجارت افغانستان و قرقیزستان دیدار کرده است. ریاست عمومی شرکت دولتی میگوید که در این دیدار پیرامون پروژه های بزرگ توسعه شبکه های تولید و انتقال برق گفتگو شده است. با گفته این ریاست، آقای همکار به سرمایه گذاران یاد شده اطمینان داده است که برای تامین امنیت سرمایه گذاری و فراهمسازی تمام تسهیلات لازم همکاری کامل با آنان صورت خواهد گرفت. در عین حال عظمت ممبیک طرحهایی را برای افزایش ظرفیت تولید کارخانه های برق از جمله کارخانه نقل و شریک کرده است. وزارت امور خارجه رویداد سوزاندن عمدی 3 مهاجر افغان در ایتالیا را که منجر به شهادت آنان شده به شدت محکوم کرده است. وزارت امور خارجه در اعلامیه گفته است که 3 مهاجر افغان در منطقه اومیندولارا مربوط شهر کوزنزا در ایتالیا در پی یک حمله ظالمانه و جنایی زنده سوزانده شده و به شهادت رسیدند. وزارت امور خارجه از مقام‌های ایتالیایی خواسته است که درباره این حادثه تحقیقات شفاف و عادلانه انجام دهد، عاملان آن را به دست قانون بسپارد و برای تأمین حقوق قربانیان و خانواده‌های آنان و تحقق عدالت اقدامات لازم را روی دست گیرند. وزارت امر بالمعروف نهی عن المنکر و سماع شکایات اعلام کرده است که محتسبین این وزارت از 3 مورد ازدواج اجباری دختران در ولایت‌های کابل، پکتیکا و بلخ جلوگیری کردند. این وزارت همچنین از بازداشت 3 فرد متهم به جادوگری در مرکز ولایت بلخ خبر داده و گفته است که افراد بازداشت شده پس از تکمیل مراحل قانونی برای رسیدگی به نهادهای عدلی و قضایی معرفی شدند. و در آخرین خبر، مقام‌های صحی فلسطین اعلام کرده است که 3 فلسطینی در حملات روز گذشته رژیم اسرائیل بر غزه شهید شدند. بر اساس گزارش رویترز، یکی از آنها در حملات هوایی نزدیک منطقه المغراق در مرکز غزه به شهادت رسیدند. جهان سپاس از توجه و همراهیتان. برای تازه‌ترین های افغانستان، منطقه و جهان ما را در شبکه‌های اجتماعی دنبال نمایید.